وقتی که مادر زی دنیا گذرد، بعد به قدر مهر مادر برسیم. وقتی که پدر زی دنیا گذرد، به قدر نصیحت پدر برسیم. وقتی که از وطن دور شویم، وقتی که از وطن دور شویم، به قدر خار و خسی وطن برسیم. وقتی که تنی صحت دردمند شود، وقتی که تنی صحت دردمند شود، به قدر سلامتی بدن برسیم. خوش مخوان مرغی چمن، مادر من بیمار است. خوش مخوان مرغی چمن، مادر من بیمار است. ناله کن با دل من، مادر من بیمار است. جانی بیچاره من، بین دیلی صد پاره من. ناله کن همچون وطن، مادر من بیمار است. ناله کن همچون وطن، مادر من بیمار است. وای من بودیم اسبابی دل آزاری و نرسیدم زیرهی دور به دلداری و ننشستم بسری بیستری بیماری و ناله کن مرغ چمن، مادر من بیمار است. ناله کن با دل من، مادر من بیمار است. شمعی بیدار دلم، مادری تشناقی من. سورهی طاقم و توماری تهی تاقی من. ای خدا بخش و دوا مادری بیماری مرا. پس از این کن تو بپا غمکش و غمخواری مرا. ناله کن مرغ چمن، مادر من بیمار است. داد از این دردی کهن، مادر من بیمار است. خوش مخوان مرغ چمن، مادر من بیمار است. خوش مخوان مرغ چمن، مادر من بیمار است. ناله کن با دل من، مادر من بیمار است. جانی بیچاره من، بین دیلی صد پاره من. همه خاکم بدهن، مادر من
بیمار است. داد از این دردی کهن مادر من بیمار است. السلام علیکم دوستان مهربان. این یک تا بود از دهه کوچزانجان. خاطرمان پروست یاد از وطن دور از وطن نشویتون. من از سونش به یک تا شوخشوه میگیریم. بیا به دره الماسی، تو بیا به دیدنی الماسی، تو بیا به دره الماسی، تو بیا به دیدنی الماسی. تا بگردی همه دنیا را نیست جای دیگر به مثل الماسی. تا بگردی همه دنیا را نیست جای دیگر به مثل الماسی. تو بیا به دره الماسی، تو بیا به دیدنی الماسی، تو بیا به دره الماسی، تو بیا به دیدنی الماسی. این دره الماسی هوای داره، آبهای شفای و باغهای داره. این باغهای الماسی عجب پربار است، انگور شیرین و صدقنده داره. این باغهای الماسی عجب پربار است، انگور شیرین و صدقنده داره. تو بیا به دره الماسی، تو بیا به دیدنی الماسی، تو بیا به دره الماسی، تو بیا به دیدنی الماسی. یک دوستم که در بازار صدوات فدراسیون روسیه کار میکند طریق واتساپ برایم پیام فرستاده خواهش نمود که از تاجیکستان برایش یک دو چیزی لازمه را بفرستم و گفت که تو خریداری کن، چند سو میشوند من مبلغش را به کارتت میگذرونم. با جان و دل قبول کردم، ولی بعدم به فکر فرو رفتم که از تاجیکستان من به فدراسیون روسیه چگونه با روانه میسازم. جستجو کردم، پیدا نمودم شرکت عبدالرحمن را. شرکت عبدالرحمن با ماشین های کلان فوره با مرسدس سپرینتر بار ما و شما را از تاجیکستان به روسیه، از روسیه باشد به تاجیکستان در مدت کوتاه آورده و یا برده میرسانند. در اینجا رقم میگذارم، شما نیز میتوانید برای عزیزان و نزدیکانتان، برای آنهایی که در تاجیکستان زندگی میکنند و یا نفرانی که در غریبی هستند، هرچی دلتان میخواهد روانه بسازید. زنگ بزنید.